او به سراغ آرزوی دیرینه ایرانیان رفت، احداث راه آهن سراسری. از زمان قاجار نقشه خط آهنی که از شرق به غرب گذرگاهی از عراق به هند ایجاد کند مطرح بود و انگلیسی ها آن را به شدت میپسندیدند. اما نظر رضا شاه درست برعکس خواسته بریتانیا بود. این 250 میلیون دلاری که ما دادیم آفت جان ما شد. مرحوم مرتضی قلی خان صنع‌الدوله که اولین مهندس پلی‌تکنیک ایران بود، یک کتابی نوشته به نام کلید نجات. نوشته با ایران راهن داشته باشه از مرز غرب بره به مرز شرق که یک خط ارتباط بین آسیای مقدم غربی باشه با آسیای جنوب شرقی بره به هندوستان. ولی نکته اونجاست که اونا نمیخواستن، یعنی دولت انگلستان نمیذاشت، راضی نبود که راهنی باشه که مرز عراق رو به مرز هندوستان متصل کنه. سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی که اون موقع دست‌اندرکار بوده، کتابی نوشته به نام کهنه سرباز. برای انتخاب مسیر راهن از ستاد کل ارتش هیچ گونه پرسش نکردن، از اداره راهن پرسش نکردن، از وزارت راه پرسش نکردن. یک برگ کاغذ آبی رنگ بود که روی آن خطی از منطقه شمال غربی خلیج فارس به تهران و به جنوب شرقی بحر خزر کشیده بودند. آن صفحه کاغذ را سفیر انگلیس به شاه ایران داده بود و شاه به دست خود آن را برای عمل مستقیما به وزیر راه داد و میگه این مسیر تعمیری به ملت ایران فروخته شد. نوشته راهنی که به خرج ملت ایران برای دفاع از هندوستان ساخته شد. اینا فکر کرده بودن یک زمانی ممکنه روسا حمله کنن به طرف هندوستان که مستعمره انگلستان بود. راهن سراسری کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر را به وجود بیاورد که نیروهای خود را از راه دریا به گوشه شمال غرب خلیج فارس برساند. سپس در حداقل زمان آنها از طریق راهن سراسری ایران به جنوب شرق بحر خزر این سربازا رو سوق بده. این راهن که کشیدن در شهریور 20 راحت نیروهای متفقین پیاده شدند در جنوب ایران. تانک روی راهن ایران رفت به خاک شوروی. در طول جنگ جهانی دوم ایران رو به نام پل پیروزی خواندن. این 250 میلیون دلاری که ما دادیم آفت جان ما شد. شاید اگه این راهن نبود این اشغال ایران به این راحتی انجام نمیشد.